یو بر چطور نصف من نیمه و خیلی خوش اومد امروز به این ویدیو. خیلی خوب دوستان، امروز بذارین توضیح بدم که میخوایم چه ویدیویی براتون بگیریم. دوستان این ویدیو مال ویکلی چالنجیه که اومده و این ویکلی چالنج خیلی راحته و هر 5 دقیقه تقریبا شما میتونید 100,000 تا در بیارید. چیزی که این گلیچ نیاز دارم بهتون بگم، این گلیچ هیچ نیازی نداره، فقط باید بریم تو کریتور و از اون طرفش هم شما به یک کاراکتر دومی نیاز دارین که نمیخواینش، هی دیلیتش میکنید، نمیخواینش آقا، شما راحتتون دیلیتش کنید و داخل هر 5 دقیقه شما میتونید 100,000 تا بگیرید و خدا وکیل پول خوبیه. مثلا ناخن برای افرادی که تازه واردن خدایی خیلی پول خوبیه. من خودم مثلا وقتی که یادم اون موقع پاسیفیک میدادن به هم دیگه، من سهمم از پاسیفیک مثلا خب اون موقع زیاد مثلا اونجوری نبودم، پاسیفیک نداشتم من که تب بزنم دیگه، با هم تب میزدن اونا، من نگاه میکردم اینا، میرفتم باشون بازی میکردم، کلا بهم فکر کنم 100,000 تا بود اون موقع، 107,000 تا یادم نمیاد اینقدر بهم میدادن. آره و الان 100,000 تا واقعا پول خوبیه. اگه مثلا تو هر 5 دقیقه شما 100,000 تا بزنید، خب خیلی راحت مثلا اونایی که تازه اومدن و اینا میتونن راحت یه ماشین خیلی خوبی بگیرن با همین 100,000 تا 100,000 تا و واقعا الان ایزی دیگه کار کنن دیگه، یعنی یه ماشین بگیرن بعد دوبلیکیتی که دفعه پیش بهتون یاد دادم و بزنن و فریزمانی و اینا اوکی. و بعد دوستان یه سریاتو از من سوال کرده بودید که آره ما به لیمیت میخوریم وقتی که میخوایم بفروشیم. بله بذار اینو براتون توضیح بدم. راکستار اومده یه لیمیت گذاری کرده، داره سروراشو تست میکنه برای جی تی ای جدید که داره میاد. برای جی تی ای جدیدی که داره میاد داره سروراشو تست میکنه و برای فروش ماشین هم یه لیمیتی گذاشته و این لیمیت چیه؟ نکنین شما هر 18 ساعت یک بار میتونید یه ماشین رو به قیمت خودش بفروشید. اگر داخل این 18 ساعت شما یه ماشین دیگه هم بخواید به اضافه این ماشینتون بفروشید 50% میشه، یعنی نصف میشه حدودا فکر کنم، و بعدی رو 70%. در نتیجه چیکار کنیم؟ هر 18 ساعت یک بار یه دونه ماشین بفروشین، ترجیحاً دلوکس و فریزمانی کنید بفروشید. حالا هم ماشین مستربین هم خدای خوب پول میده دیگه، اونم خوب. ماشین مستربین هم فول کنید بفروشید، خیلی خوبه اینا، ماشین خوبی هم هستن، خدا وکیلی برای پول در آوردن ماشین خوبه. و اینکه دوستان من متاسفانه بعضی از کامنتاتون برام غیب میشه و سر این هم هست که یوتیوب شما رو ربات تشخیص میده. لطفاً چنل این تلگرام منو بیاین داخلش، یه گروه زدم داخل چنل و شما خیلی راحت میتونید هر سوالی از من دارین بپرسین. پیج اینستام هم هست، هر سوالی داشتین و دیدین من داخل کامنت جواب ندادم ممکنه کامنتتون رو یوتیوب خودکار پاک کرده باشه و بیاین داخل اینستا یا تلگرام از من بپرسید، همه رو جواب میدم و آره همه رو جواب میدم بدون هیچ چیزی. و اینکه واقعا ازتون تشکر میکنم که تا همین الان 100 تا شدیم، 100 تا ساب شدیم، خیلی خوشحالم. برام بیشتر شیم و اگر ساب نکردین حتما ساب کنید و زنگوله رو بزنید که هر وقت یه جدیدی میاد با خبر بشین. این ویکلی چالنج های هفتگیه دوستان و داریم میریم سراغ گلیچ. این ویکلی چالنج های هفتگیه و این هفته فقط همچین چالنجی هست. من نمیدونم این چالنج تا کی هست، ولی خب تایمش محدود و لیمیته. شما الان که هست باید استفاده کنید این که گلیچو بزنید. شما میاد داخل آپشن آنلاین و کریتور رو استارت میکنید. خب کریتور که استارت شد یه ریس ما میخوایم بسازیم، یه میایم روی گزینه دومی میزنیم، اولی دوباره برامون میاره ریس دیتیلز، تایتلش هم جوی علیکی همه چیزو بذارین دیگه، مثلا من میذارم نیمانه و دیسکریپشن هم مثلا یه چیزی براش علیکی مینویسیم، عکس هم که علیکی باید بگیریم، اونم گرفتیم. خب بریم پلیسمنتشو بکنیم اینجا و اینجا بهتره.
همینجوری رندوم باید بسازیم. دوباره یه عکس از همون میخواد میگیریم. خب میریم سراغ چک پوینت ها رو بذارین اینجوری بهتره. آره چک پوینت ها رو ببین هرچی ریس ساده تر بسازین خب برای خودتون هم راحت تره دیگه. ببین چی میگم. دیگه اوکیش کرد. این از چک پوینت. این چک پوینت بزنین ناکتون به اون سمت راست باشه، باید یه حدی بزرگتر باشه و آره اون باشه به اون سمت راست. هرچی هم آسون تر بزنین که دیگه به نفع خودتون دیگه، فقط تستش میکنیم و ما تستش میکنیم. مثلا ریستون رو آسون تر بسازید و از اون طرف مثلا بهتون بگم که دیگه هر چقدر زودتر بسازید خب 100% در تموم میشه و از اون طرفش هم خب راحت تر میتونید پول به دست بیارین دیگه. مثلا من خدا وکیلی خودم الان میخوام بعد از انگلیش 2-3 بار دیگه اینو بزنم روی کرکتر دومم، یعنی یک کرکتر دوم بسازم دوباره بزنم دوباره دیلیت کنم و دوباره بسازم. براتون شاید بذارم شاید نذارم، احتمالاً بذارم ولی براتون، چون خودم احتمالاً انگلیش رو ادامه بدم و بخوام یه پول خوبی از توش در بیارم و بهتون بگم مثلا تهش چقدر میشه در آورد. بفهمید الان تست شد اوکی رو میزنیم. اول یه دور باید سیوش کنیم و بعد پابلیشش کنیم. اون پابلیشش کنیم فرقی نداره، اینجا نمیشه پابلیش. سیو شد الان. خب میزنیم روی پابلیش. اینها پابلیش your race نیما نئو. اوکی your race نیما نئو is available on Rockstar Games. تموم شده رفت. خب حالا اگزیت رو میزنیم، اوکی رو میزنیم، میریم داخل کریتور، اگزیت تو GTA آنلاین رو میزنیم، ضبط رو میزنیم. خیلی ازتون ممنونم که ساب میکنید. حالا خب نکنید من الان توی سشن اسپان شدم میبینی که 100,000 تا نگرفتم. حالا باید چیکار کنید؟ تاچ پد رو میزنید، میرین داخل چالش و ویکلی چالش، میبینید تیک خورده و الان 100,000 تا برای شما میاد. خیلی خوب دوستان، همونجور که میبینید الان 102,000 تا دارم، یعنی 100,000 تا اومد روی پول. حالا باید با این پول چیکار کنین؟ این پول رو ورم دارین میذارین داخل میز بانکتون، یعنی واقعا میز بانکتون میذارین، دپوزیتون میزنیم. خیلی خوب همونطور که میبینید الان اومد توی میز بانکم و من حالا اینو براتون فستش میکنم، ولی الان میرم روی کرکتر دومم میزنم. میریم داخل سواپ کرکتر و میزنیم و بچه دوباره دیلیت کنید کرکتر دومتونه که براتون مهم نیست و دوباره بزنید. هیچ اشکال و ایرادی نداره، شما قشنگ دارین از هر کرکترتون 100,000 تا در میارید. داخل 5 دقیقه دیدم که اصلا کاری نداشت ریس ساختن، واقعا کاری نداره. خیلی موقعیت خوبیه و فقط این تایمش خیلی محدوده. سریع بزنید و به هر کی هم که میشناسید الان سریع دوستاتون اگه GTA بازی میکنن سریع براشون این پست و این ویدیو رو بفرستین. آره دیگه تا اینا هم با خبرشن و بزنن. خیلی ممنون ازتون که این ویدیو رو دیدین. همونطور که میدین من دیگه از جوابشو براتون فصل کنم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه، حال خودتون هم خوب باشه، حال خودتون، خانواده‌تون همتون خوب باشین، دور هم بگین بخندین، شاد باشین، جیباتون پرپول باشه. ببخشید انقدر با تأخیر ویدیو میذارم. الان مثلا من یه رکورد دیگه کردم، برق وسطش رفت کامل پرید دیگه، دست من نیست این چیزا.
یه ویدیو دیگه میبینمتون. حتما توی چنل تلگرام و اینستا جوین شین که اونجا شاید اخبار جدیدی هم بذارم از هر گلیچی یا حالا هر چیزی که نیاز دارین. ماشین نیاز دارین بگی من بهتون با ماشین بفرن، گیلچه ماشین بفرن میدم بهتون ماشین. حالا چنل تلگرام حتما عضو داخل گروه. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا رو نگاه کردین. تا ویدیو دیگه پیس اوت.